کجا؟ اول بیانه. مگه دستشویی هم قسطی شده؟ نه ما به مشتری احترام میذاریم ولی تو بد حسابی. آقا بذار برم، داره میریزه، به خاطر یه دستشویی خودم مدیون تو نمیکنم که. اتفاقا هر چی به لحظه ریختن نزدیک میشی پول بیشتری میدی. آقا بازار سیاه راه ننداز، بذار برم. آقا آبو چرا قطع کردی؟ آخه 3 دقیقه شد. مگه تلفن عمومیه که سر 3 دقیقه قطع میکنی؟ آقا این حساب ما چند شد؟ خب 4 تا باد صدادار داشتی، برات میزنم دونه 2.5. آقا یه دونه بود بلبلی بود، چرا 4 تا حساب میکنی؟ دونه نزن. 4 تا 2.5 میشه 10 تومن. یه دونه هم بی صدا داشتی ولی خیلی بد بود، برات 2 میزنم. بابا مرد حسابی، اونو که تو مترو مردم رایگان انجام میدن. بقیه کثافتکاریات هم 5 تومن میخوام مشتری شی. به عبارتی میکنه 17 تومن ناقابه. بابا این چه وضعیتی بابا؟ پف تو این وضعیت، پف تو این گرونی. 2 تومن توف داشتی، اینم 2 تومن میکنه 19 تومن. همین الان تری زدم. نقد میدی یا کارت میکشی؟ داداش راه نداره 10 تومن حساب کنی؟ ببین قیمت خرید برات زدم. بیا به سلامت. هدیه. قربونه. خیلی استرس دارم، فردا باید لباس عروس پروف کنم. نه بابا استرس چی داره؟ حالا با یه شب که اضافه وزن نمیگیری. بیا بخور. پول توالتو ندادی به درک. اون دستاتو بشور کثافت. دستاتو نشسته بودی؟ کثافت بیشور. همه چی تمومه. 12 تومن. اصلا تو از کجا فهمیدی من رفتم دستشویی؟ تو که خواب بودی، نکنه اونجا دوربین گذاشتی؟ من بوی مشتریامو میشناسم.